سلام، همونطور که بهتون قول داده بودم اومدم با یه سری ویدیوهای اصطلاحات و کالوکیشن های کاربردی که توی این ویدیو میخوایم راجع به موضوع فامیلی صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید. اصلا کالوکیشن چی هست؟ کالوکیشن یه سری ترکیبات رایج و خاصی از کلمات هستن که در کنار هم میان. مثلا چطور؟ مثلا ما میگیم take a picture، نمیگیم do a picture، نمیگیم make a picture. پس ما اگه اصطلاحات و این کالوکیشن ها رو درست یاد بگیریم و استفاده بکنیم، قطعا اعتماد به نفسمون توی صحبت کردن بالاتر میره و خیلی فلوئنت‌تر میتونیم صحبت کنیم. نکته قابل توجه اینه که try to make them as personal as possible. یعنی چی؟ یعنی بیاین اونو از خودتون و زندگی خودتون مثال بزنیم. مثلا ما وقتی امروز داریم راجع به فامیلی صحبت میکنیم، سعی کنین راجع به خانواده خودتون مثال بزنین، تمرین رو تکرار کنین تا بهتر یاد بگیرین. خب بریم که شروع کنیم. Immediate family. Immediate family یعنی خانواده درجه یک، یعنی شامل پدر و مادر و خواهر و برادر. For example, my immediate family lives in Tehran, but my cousins live abroad. Close family. Close family یعنی خانواده صمیمی و خیلی نزدیک. For example, we are a very close family. We see each other every weekend. Extended family. Extended family یعنی خانواده و اقوام درجه دو، مثل خاله، عمو، عمه، دایی، پسرخاله و اینا. For example, I spent the summer with my extended family in the countryside. Family member. Family member یعنی اعضای خانواده. For example, I sent my wedding card to all my family members. Family trees. Family trees یعنی شجرنامه، یعنی یک نموداری که اعضای خانواده و ارتباطشون رو نشون میده. For example, our family trees goes back over 200 years. Loving family. Loving family یعنی خانواده صمیمی و پرمحبت. یا close-knit family، یک خانواده متحد و منسجم. پس اگه خواستین خانواده‌تون رو، یه خانواده‌ای که همدیگر رو خیلی دوست دارن، به همدیگه محبت میکنن، کمک میکنن، اینجوری توصیف کنین، باید بگین loving family or close-knit family. For example, if you are lucky, you have a loving family or close-knit family. Dysfunctional family یعنی یه خانواده نابسامان و از هم پاچیده و یه خانواده که توش دعوا و نزاع و نمیدونم روابط ناسالم و اینا توش زیاده. For example, he grew up in a dysfunctional family, so he finds it hard to trust people. Carefree childhood یعنی یک دوران کودکی آرام و بی‌دغدغه. واسه کسایی که توی loving family یا close-knit family بزرگ شدن. For example, a carefree childhood helps children to grow up with confidence. Troubled childhood یعنی دوران کودکی پرمشقت و ناآروم، مختص کسایی که تو خانواده‌های dysfunctional بزرگ شدن. For example, a troubled childhood can affect a person's relationship later in life. Broken home یه اصطلاح کاربردیه به معنی خانواده طلاق. For example, I come from a broken home. یعنی من بچه طلاقم یا از خانواده طلاق میام. حالا میخوایم چند تا EDM و یا به قول معروف ضرب المثلی که مرتبط با خانواده باشن رو بهتون آموزش بدم. برای مثال like father like son یعنی پسر همون جوریه که پدرش هست، یا به قول خودمون پسر کو ندارد نشان از پدر. For example, he's always curious like father like son. It runs in the family یعنی یه ویژگی که توی خانواده ارثی، ذاتی، عادت خانوادگیشونه، یه همچین چیزی. For example, they have all curly hair. I guess it runs in the family. Black sheep. Black sheep یعنی فردی که توی خانواده با بقیه متفاوته، طرز زندگیش، نوع رفتارش و یه جورایی باعث شرمساری اون خانواده است و به قول خودمون بهش میگیم وصله ناجور. For example, my uncle is the black sheep of the family. He never wanted a normal life. Family ties. Family ties یه اصطلاح کاربردیه که شاید خیلیاتون توی فیلم‌ها شنیده باشین که راجع به احساسات و روابط خانوادگی و پیوندهای خانوادگی صحبت میکنه. For example, even though he lives abroad, he still values the family ties. مرسی که با ما همراه بودین.
برای ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و از ما حمایت کنین تا ویدیوهای بیشتر رو در اختیارتون قرار بدیم و نظراتتون رو برامون کامنت کنین.